اینجا استودیوی مرکزی رادیو آزادی است و شما برنامه تحلیل و خبری اخباری آزادی را تماشا دارید. سلام بینندگان عزیز، امروز 4 دکبر این موضوع ها را به بررسی میگیریم. بازی با مرگ و یا کار در ساختمان بکسابور. اداره دادستانی در کلوب هلاکت یک بیناکار جوان را که از ساختمان بلند اوشیانه به زمین افتاد تحقیق دارد. در حالی که اسرائیل و حماس به مذاکرات صلح آماده نیستند، مقامدار اسرائیلی درباره مکالمه صلحی دوامدار صحبت میکند. در زمینه این صلح منطقه‌ای ما باید معلوم کنیم که چگونه میتوانیم به حل نهایی سیاسی با فلسطینیان برسیم. و دسته فوتبال نصر سعودی بدون کاپیتانش رونالدو در دوشنبه هنرنمایی میکند. هواداران تاجیک فوتبال دل سرد نیستند، زیرا قوه آزمایی میان دسته ها است، نه نمایشی یک ستاره معروف. پیشگویی ساکنان شهر کلوب از عاقبت فوجیه بار داشتن رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری هنگام اجرای کارهای ساختمانی در یک مرکز تجارتی مربوط به بکسابور، رئیس خدمات علاقه تاجیکستان عملی شد. اخیراً یکی از بیناکاران به زمین افتاد و به هلاکت رسید. در دادستانی شهر میگویند حادثه را تحقیق دارند. مسئولان شرکت ساختمانی برای صحبت دسترس نیستند. محمود جان رحمتزاده با تفصیلات بیشتر. یک بیناکار 21 ساله از اوشیانه 18 مرکز تجارتی شهر کلوب پایان افتاده جان داده است. از این جوان جمشید پنجیف نام میبرند و او ساکن جماعت تخت سنگین دهه عینی ناحیه قبادیان بوده است. در شعبه کارهای داخلی شهر کلوب روز 1 دکبر گفتند که حادثه بگاهی 25 نوامبر در قسمت ساختمانی مرکز تجارتی روی داده است. با گفته منبع جمشید پنجیف هنگام افتادن از سر آسیب دیده است. حادثه افتادن جمشید پنجیف از اوشیانه 18 را دادستان شهر کلوب تحقیق دارد. در دادستانی گفتند که سبب‌های افتادن را معین خواهند کرد، اما دقیق نگفتند که نسبت این حادثه پرونده باز می شود یا نه. چند روز پیش از این حادثه ساکنان از بی احتیاطی ساختمانچیان مرکز تجارتی شهر کلوب شکایت می‌کردند. کاربران رادیوی آزادی با فرستاندن نوار و بدون هیچ قاعده به بتون کران باربردار سوار شدند و به بالا برآمدن ساختمانچیان را به نمایش می‌گذاشت. حتی این کاربران در نوار سوال می‌کردند که در صورت افتادن کارگر مسئولیت آن را کی به دوش خواهد گرفت. مرکز تجارتی شهر کلوب را شرکت ساختمانی کامل 2010 به عهده دارد. شرکت ساختمانی کامل 2010 از آن بکسابور، رئیس خدمات علاقه و قضای پرزیدنت تاجیکستان است. اوشیانه های این مرکز از 24 قبت عبارت بوده، ساختمان یک قسم آن به پایان رسیده است. در قسمت دیگر این مرکز ساختمان در جریان است. روز 1 دکبر خبرنگار رادیوی آزادی تلاش کرد با مسئولین ساختمان صحبت کرده اصل قضیه را فهمد، اما آنها گفتند که مسئول این ساختمان خود بکسابور است و آنها حق صحبت کردن ندارند. خود بکسابور در دوشنبه قرار داشته است. تا این دم تلاش های ما برای پیدا کردن بکسابور نتیجه نداد، اما در رفت کار مشاهده می شد که ساختمانچیان به قاعده های بی‌خطری در این ساختمان چندان اهمیت نمیدادند. مرکز تجارتی در مرکز شهر و در پهلوی باغ فرهنگی و فراغتی و در روبروی بینای حکومتی کلوب ساخته می شود. این بلند آشیانه ترین بینای شهر کلوب و منطقه به حساب می رود. تا کنون در کلوب بیناهای بلند آشیانه از 12 طبق بالا ساخته نشده بودند. هنگام ساختمان این مرکز بحث‌ها در گرد و اطراف آن بسیار بود. فعالان می‌گفتند که چنین مرکز باید در زمین باغ ساخته نشود. با وجود این ساختمان در این منطقه آغاز شد و تاکنون ادامه دارد. اما در تاجیکستان و منطقه بار اول نیست که ساختمانچیان هنگام کار از بی احتیاطی و یا سبب‌های گوناگون افتاده جان می‌دهند و یا مجروح می‌شوند. نه همه حادثه‌ها تحقیق و نه همیشه مسئولان مجازات می‌شوند. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. دوستان عزیز، همکاران ما این قضیه را پیگیری دارند و در صورت به دست آمدن جزئیات نو در برنامه‌های بعدی شما را در جریان خواهیم گذاشت. اسرائیل و حماس هنوز آماده نیستند تا سر میز مذاکرات برگردند و آتش بس را بررسی کنند، اما اسرائیل میگوید تلاش دارد تلفات مردم آسایشته را تا حد اکثر کم نماید، زیرا حمله نظامیش در غزه را ادامه میدهد. در این باره تلویزیون صدای آمریکا گزارش تهیه نموده است و آن را کایو مرسیاتو تقدیم میکند. پس از آنکه اسرائیل دیگر باره بمباران موضعهای حماس را در غزه از سر گرفته است، چندی از خانواده‌های فلسطینی روز یکشنبه در بیمارستان شهیدان الاقصی در دیر البلح به یاد قربانیان این حمله نو جمع آمدند.
امریکا تصدیق کرد که اسرائیل به درخواست واشنگتن برای کم کردن تلفات غیر نظامیان گوش می‌دهد. آنها خریطه آنلاینی مکان‌هایی را نشر کردند که آدمان می‌توانند برای امین ماندن از حمله‌ها به آنجا روند. نه همه نظامیان معاصر این کار را می‌کنند. اما اسرائیل و حماس تا حال میل ندارند که برای آتشبس نو و رهایی گروگان‌های بیشتر گفتگو کنند. مذاکرات ناکام شد زیرا حماس برای ترتیب دادن رویخط علاوه‌ای زنان و کودکانی که به اطلاع ما در اسارت آنهایند راضی نشد تا اینکه اسرائیل رویخط را ارزیابی و ما توانیم آنها را مبادله کنیم. نیویورک تایمز در گزارش نوش گفته است که اسرائیل از نقشه حماس برای انجام دادن حمله تروریستی 7 اکتبر آگاه بود و آن را جدی نگرفت. به سوالهای مطرح کرده نشریه، وزیر امور استراتژی اسرائیل ران درمر به ABC گفت دیرتر هم که باشد باید جواب داده شود. در زمان جنگ یک پارچگی تمام نیروها برای نائل شدن به هدف مشترک همه ما خیلی مهمتر است. این هدف از بین بردن ظرفیت‌های نظامی حماس، خاتمه دادن به حکمرانی سیاسی آن در غزه و تضمین آنکه غزه دیگر به اسرائیل تهدید نمی‌کند. همچنین برگرداندن گروگان‌ها است. به عقیده درمر نابود کردن حماس در صلح منطقه را باز خواهد کرد. و در زمینه این صلح منطقه‌ای ما باید معلوم کنیم که چگونه می‌توانیم به حل نهایی سیاسی با فلسطینیان برسیم. در همین حال درمر افزود اسرائیل با امریکا در مورد ضرورت کاهش تلفات غیر نظامیان در غزه و افزایش کمک‌های بشردوستانه به فلسطینیان موافق است. رو می‌ریم با موضوعهای دیگر. امسال 70 سالگی رادیو آزادی بود. 70 سال پیش در کنار بخش‌های اروپایی رادیو شعبه‌های تأسیس یافتند که به زبان ساکنان آسیای مرکزی نخستین برنامه‌هایشان را پخش کردند. آن وقت این بخش‌ها زیر نام‌های ترکستان 1 و ترکستان 2 کار می‌کردند و دیرتر اولین شده بخش تاجیکی جدا از آنها تأسیس یافته برنامه‌هایش را تدریجاً از 10 دقیقه تا به 3 ساعت رساند. اکنون آن شبکه است که مطالبش در 12 پایگاه گوناگون نشر و پخش می شود. در این مدت آدمان زیادی اینجا کار کردند. در مستند بخشیده به 70 سالگی رادیو آزادی نه تنها اولین کارمندان آن بلکه تحلیلگران و رسانه‌شناسان از نقش آن در حیات مردم تاجیک حکایت میکنند. پارچه از فیلم مستند تاریخچه آزادی را که همکارانم شهلای عبدالله و براد یوسفی تهیه نمودند همراه میبینیم. بهار زودروزی رادیوی آزادی است و تصادفاً یا دانسته نخستین برنامه تاجیکی آن روز 21 یا 22 مارس سال 1953 پخش شده است. نخستین محرر برنامه تاجیکی رادیو محمد سرور میر بود. وی سال 1932 در دهه اشترخانی نزدیکی مرغیلان تولد شده، پدرش روحانی معروف در ابتدای رپرسیاهای استالینی و افغانستان و از آنجا به ترکیه هجرت کرد. در استانبول دانشگاه را ختم کرده در شرکت مهندس بود و زمانی که اعلان رادیوی آزادی را خواند عریضه داد و قبول شد و از سال 1964 تا سال 1995 کار کرد. خبرها را در ابتدا در سالهای 60 که بود ما از شعبه روسی می گرفتیم، چون که اون وقت زبان روسی شعبه روسی کلانترین شعبه بود و زبان روسی حاکم بود. اما بخش جداگانه تاجیکی در سال 1975 با تلاش‌های مارکل دانیلوف، سابق کاتب مسئول روزنامه تاجیکستانی سوویتی که به اسرائیل هجرت کرده بود، تأسیس یافت. با روح بلندی به کار شروع کردم. اما یک کمبودی این بود که بخش تاجیکی نبود. مارکل دانیل نخستین رهبر بخش تاجیکی رادیوی آزادی بود که در این وظیفه 20 سال کار کرده است. در آغاز در تهیه برنامه‌های تاجیکی آزادی از نامه شنوندگان، روزنامه و مجله‌هایی که در تاجیکستان نشر می‌شد استفاده می‌کردند. در یک سفر من در امریکا با من گفتند که یک مهمان میآید نزد شما که شما اونم میشناسید و این تحفه برای شما هستم. واقعا به همون صحبت میخائیل دانیلوف آمدند. میخائیل دانیلوف در وقتش کاتب مسئول روزنامه تاجیکستان سوویتی بودند. آن زمان پخش برنامه‌های رادیوی آزادی در قلمرو شوروی ممنوع بود و موج رادیو به هر واسطه دستنوراس کرده میشد.
این حال تا زمان شروع بازسازی در قلمرو شوروی سابق شدیداً ادامه کرد. دیوار آهنین اطراف شوروی ضعیف میشد. راه فرهنگیان و دانشمندان تاجیک و خارج کشور خصوصاً غرب بازتر میشد. ما بسیار آدم ها ملاقات میکنیم، نویسنده ها و مقاله های ما از همین عبارت بود که هر یکم مثلا در گزیت تاجیکستانی سویتی یا در کمسومولی تاجیکستان بعضی مقاله ها میبرامد امریکا های بدنام کردگی. ما میگفتیم که حقیقت این خیلی نه، این پروپاگاندایی که از مسکو مجبور میکنن. بینندگان عزیز، فیلم مستند تاریخچه آزادی 5 دکبر در همه پایگاه‌های ما از جمله همین کانال آزادی ویدیو، صفحه ما در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام نشر خواهد شد. باور داریم با دیدن آن به بسیار سوالای خود جواب میگیرید. من برنامه را ادامه میدهم. امروز وسیع نصر عربستانی سعودی برای هنرنمایی جوابی در جام قهرمانی آسیا به کاپیتانش رونالدو وارد دوشنبه شد. این امر رسوبی امروز بیشتری هواداران تاجیک را دلسرد نمود، زیرا از دیدار یکی از بزرگترین سیمای فوتبال معاصر محروم شدند. ولی باز هم دوستداران فوتبال در صحبت با همکاران ما علیشیر ظریفی و براد یوسفی گفتند فوتبال مربوط به یک بازیگر نیست و مهم آن است که دسته چگونه بازی خواهد کرد. ما تا آخرین لحظه رستگاه امید داریم، لیکن گرچند که در شبکه‌های اجتماعی ورزش استقلال برآمد که رونالدو رسما نمی‌بود، ما تا حال منتظریم که او میآید. ما اگر نواندن او با بسیاری مخلصات خیلی راه افتاده میشم، مخلصات انتظار رونالدو رو و هر ما انتظار هستیم که رونالدو بیاید. لیکن اگر در حالتی که وای نبیاد هم به هر حال هستن ستاره‌ای که سادیو مانه، اندرسون، تالیسکا، لیاپورت اینها هستن. اما میتونیم آنها رو از نزدیک بازی آنها رو نیست تماشا کنیم. کنم که مخلصا خیلی راه افتاده میشن، چون که خیلی منتظر بودن که اومدن رونالدو رو بسیاری منتظر بودن. شخصا شما بلیط خریدین؟ بلیط خریدگیم. امروز اول خریدگی بودیم. 100 سوم شد. خیلی ممکن هر چی شدنش ممکنه. اکجان نکیم. با گفتیم ما که میایم. خیلی بسیار آدم هم مثال جدید میکنه. خیلی بعد میبینه که مثال اومد هسته که میبینه که اما آدم نمیایم. مثال خیلی دلشون مثال رای میشوند. میگه این قدر انتظار بودیم. یا آدمی که مثال شما چه خیلی که اختونان میدونین مثال ای آدمی گفتی چی پاپولار نه مثال خیلی ما هم راست گپ انتظاریم. مثال ما میخواهیم که در تاجیکستان در وطن عزیزمون مثال بسیار همین خیلی چیزا شوه. مثال آدم‌ها از طرف‌های دیگه دولت‌ها مثال میآیند. ما می‌دانستیم نمیاد. مقصد اسکوشنای پولا دا بازی نمیکنن، خیلی بازیگرای ویسوکی کلاس ایده. هیچ خیلی تاثیر نکرد. راجدان نداشتیم که میاد اجا. این روز برای چی اومدین؟ دیروز برای دیگه بازیگرا دیدم، مانه، بروزوویچ، تالیسکا. بینندگان مهربان، همکاران ما همین لحظه ها در نشست خبری باشگاه‌های استقلال و نصر قرار دارند و گزارش در این باره در برنامه‌های بعدی ما پیشکش می شود. حالا یک خبر کوتاه. مقامات حفظی حقوق ازبکستان صاحبکاری 73 ساله سلیم عبدوولیف را بازداشت کردند که بیشتر با نام سلیم بویبچه معروف است. در این باره یک بار چند رسانه ازبکستانی خبر دادند. رسانه‌ها بازداشت او را به محو گروه‌های جنایی و پاک کردن تاشکند از جنایتکاران ربط دادند. تفصیلات در وبسایت ما. دوستان مهربان، با همین خبر برنامه امروزی اخباری آزادی را خلاصه میکنیم. تشکر که این 15 دقیقه با ما بودید. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما دسترس نمایید. همچنین صفحه های رادیو آزادی در فیسبوک و توییتر، اینستاگرام و تیک تاک و ادنا کلاسیک در خدمت شماست. اگر خبرهای عکس و نواری دارید با ما پیشنهاد کنید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.